درود بر شما. یکی از جنبه‌های شخصیتی فرد خودشیفته اونه که مدام در حال دست انداختن، چنگ اندازی یا اون حس ابراز نیاز به کسانی هست که از اونها کمک نگرفته، یعنی افراد غیر خودی. یعنی شما فکر کن یک نفر که به فرد خودشیفته زیاد محبت کرده، زیاد سود رسونده، ولی اون فرد خودشیفته میاد چیکار میکنه؟ مدام در یک فضای دیگری به دنبال کسب محبت هستش تا با این حمایت کاذب بتونه یک موقعیت پوشالی رو برای خودش دست و پا کنه. یعنی شما به فرد خودشیفته کمک میکنی ولی اون در جای دیگری به دنبال کسب محبت هستش، چون میخواد یک به قول معروف یک پایگاهی اجتماعی برای خودش دست و پا کنه، هرچند پوشالی و هرچند کاذب. یکی دیگر از جنبه‌های شخصیتی فرد خودشیفته اینه، یا به عبارت دیگر اینجوری بگم که اون از تنها چیزی که میترسه آگاهی شماست. یعنی آگاهی شما موجودیت تهی و پوشالی اجتماعی اون رو زیر سوال میبره. یعنی هر چقدر شما آگاه باشی بیشتر نقاط ضعف فرد خودشیفته رو عیان میکنی و خب طبیعتا اون نمیخواد در چنین تنگنایی قرار بگیره. از این جهت نیست که آگاهی شما باعث میشه که اون نسبت به دانسته احساس ضعف کنه، نه، اون از این دیدگاه که نمیخواد کسی رو بالاتر از خودش ببینه و به چشم خراب بشه. و این قطعا پیش خواهد اومد که در یک جمعی وقتی شما از یک دانش نسبی برخوردار هستی، چه بسا اینکه دانش بسیار بالایی برخوردار باشی، این فرد خودشیفته کوشش میکنه که به انواع مختلف اون دانش و اون دانسته ها و اون علوم و فنونی که شما بهش مسلط هستی رو زیر سوال ببره، با انکار، با توهین، با تحقیر و با تحریف. یعنی ابتدا معمولا این دسته از افراد و حالا افرادی که خودشیفته نیستند ولی بنابر دلایل دیگری منافعشون مورد تهدید واقع میشه، ابتدا سعی میکنن منکر همه چیز بشن، منکر دانسته های شما بشن و انکار کنن حقایق رو. بعد که این فراگیر میشه این پدیده، محبوبیت شما، حالا هر چیزی، هر باوری، سعی میکنن که اون رو تحریفش کنن و اونجا هم اگر موفقیتی دست پیدا نکنن، البته این یه پروسه های دراز مدتی رو میطلبه، کوشش میکنن که تحقیر کنن طرف رو. اصلا با این نادونه خلوچله به عبارت امروزی و عوام گونش، با تمسخر که بخوان اون نقاط ضعف خودشون رو بپوشونن و اون فردی که دانا هست، خردمند هست رو زیر سوال ببرن و اونجا که دیگه چاره‌ای ندارن به خشونت لفظی و گهگاه ممکنه به خشونت فیزیکی هم روی بیارن و تو اینها اونجا دیگه یک جنبه دیگری پیدا کنه. برای همین و اینم خدمتتون عرض کنم، خودشیفتگی هیچ درمانی نداره مگر به صورت اینکه از درون خود فرد خودشیفته. یعنی شما نمیتونی با آموزش، با نصیحت، با پند و اندرز فرد خودشیفته رو به یک فرد غیر خودشیفته بدل کنی. تا خودش نخواد نمیتونه و این ریشه در ممکنه در کودکیش داشته باشه، در پیرامونش داشته باشه، در کاسی‌هایی که چه در جنبه‌های رفتاری، چه در عملکردش، چه در هر چیزی ممکنه این فرد خودشیفته از اون روی به یک فردی خودشیفته بدل شده که
دچار عدم توانایی هستش در زمینه‌های گوناگون و بر این اساس چون نمیتونه اون ضعف ها رو بپوشونه، لذا سعی میکنه راه کوتاه‌تر که راه تخریب، راه انکار و راه تمسخر هست رو بگزینه و از این رهگذر بتونه چند صباحی یک وجه و اعتبار پوشالی رو کسب کنه که اونم محدود به اطرافیان خودش خواهد بود، گرچه اون اطرافیان هم ممکنه به ماهیت اصلی فرد خودشیفته پی برده باشن و به صورت ظاهراً این فرد رو تایید کنن و در باطن و در عمل چون این اعتقاد و باوری به فرد خودشیفته و توانایی‌های کاذبش نداشته باشن. بی‌نهایت سپاسگزارم. شب و روز خوب داشته باشید در هر کجای دنیا که هستید. سپاسگزارم. بدرود.